یه کار خوب محمد حیدری درست کرد برای هایده. منم آن که برای تو میمیرد نفسم ز خیال تو میگیرد. خاطرم هستش که اردلان سرفراز نازنین که خیلی دوستش میدارم، خیلی تلفن کرد گفت آقا، گفتن چیه؟ گفت منو میبخشین خب ما یه دزدی ملیک کردیم. گفتن چیه؟ گفت شما گفتی که منم آن که برای تو میمیرد نفسم ز خیال تو میگیرد. منم برای همه هایده گفتم ای که توی همه کسم تو میگیره نفسم. عجیب است که اینا خاطرات چیزی هست و الان هر جا هست خدا به سلامتش بداره. مثل اینکه آلمان یه مدت هم ترکیه رفته و در دلان و امیدوارم این صدای من از اینجا بشنوه و یه تلفن رو من بکنه، کارش هم دارم یه مقدار.